بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی شکر. تقریبا کمتر انسانیه که به موفقیت فکر نکنه و دنبال موفق شدن نباشه. همه آدم ها یک نقطه هدفی تو زندگیشون به عنوان موفقیت تعریف میکنن و حالا با هر تعریفی که موفقیت رو در واقع شاخصه گذاری کردن راه میافتن، حرکت میکنن که به اون موفقیت های مد نظرشون دست پیدا کنن. ولی نکته جالبش اینه که اگر آدم ها رو بیاری بنشونی و بگی آقا بالاخره موفقیت یعنی چی؟ تو چی میخوای از این زندگی؟ چی و موفقیت تعریف میکنی؟ خیلی کمن آدم هایی که تعریف درست درمون و شسته رفته و خوبی از موفقیت داشته باشن. به همین دلیل هیچ وقت احساس موفقیت نمی کنن. حتی زمانی که به اهدافشون میرسند باز فکر میکنن هنوز موفقیت در دستاوردهای بیشتره. موفقیت برای اکثر انسانها فقط یک سرابه که هر چی میری جلو به اون نقطه‌ای هم که سراب بود میرسی ها، ولی سراب میره جلوتر. خیلیاتون رفقا این تجربه رو دارید. اونایی که 15 سال 20 سال از ازدواجشون گذشته، 10 سال 15 سال 20 سال گذشته، خیلی از چیزهایی رو که فکر میکردن عنصر موفقیت همه رو الان دارن، ولی اون احساس موفقیتی که 20 سال پیش دنبالش بودن و فکر میکردن اتفاق میفته، اتفاق نیفتاده. متوجه چی دارم میگم؟ یعنی اون سرابه، به اون نقطه سراب رسیدن ولی انگار سراب رفته یکم جلوتر. باز شما برید نقطه بعدی باز میبینید نه، اینم اون چیزی که من فکر میکردم نیست. این سرابه هی میره جلو و اگر قواعدش رو یاد نگیریم این سراب میره تا لحظه مرگ، یعنی مرگ ما فرا میرسه و این سراب همچنان تموم نمیشه. خب پس خیلی مهمه که ما یک بار برای همیشه موفقیت رو درست تعریف کنیم که بعد دچار این سراب نشیم، بریم 20 سالمون بشه، 30 سالمون بشه، 40 سالمون بشه، شده و این حس موفقیت رو تجربه نمی کنیم. هر روز شکست، هر چی میرسیم فکر میکنیم اینا عناصر موفقیت بود، به همشون میرسیم و حال ما خرابه، چون اصلا تعریف درستی از موفقیت نداشتیم، نتونستیم براش درست هدف گذاری بکنیم و به دستش بیاریم. سراب دست نیافتنی موفقیت. خب بیاید یه کاری بکنیم. اسم لایو رو گذاشتیم انسان موفق و جالبه که دقیقاً این موفقیت و شکست تو زندگی انسان فقط معنا داره. بقیه موجودات اصلا موفق قطعیه، جزء ریتم زندگیشون موفقیته و انگار اصلا فقط یک موجوده توی این عالم که باید این دو گزینه تو زندگیش باشه، موفقیت و شکست. جستجوی موفقیت فقط مال انسان. بقیه موجودات خود به خود موفقند، همشون. پس بذارید موفقیت رو اصلا تعریف کنیم. اصلا از چه کلمه‌ای گرفته شده؟ فکر کردید تا حالا به این؟ موفق. کلمه موفق از وفق گرفته شده. وفق میگیم بر وفق مراد. وفق موافق، موفق یعنی هماهنگی، یعنی همسویی، یعنی همنوایی. با چی؟ با قوانین عالم، با خود واقعیت، با خداوند که اینا همشون یکی هم. یعنی همه اینا رو پکیج کنی یک حقیقت هست که تو باید باش همسو بشی. با خودت باید همسو بشی که اینو توضیح خواهم داد. با خود حقیقیت همسو بشی، با قوانین عالم همسو بشی، با خداوند همسو بشی. اگر شدی تو موفقی، ولی اگر همسو نشدی احساس شکست میکنی. بقیه موجودات همسو هن. با چی همسو هن؟ یک، با خود حقیقیشون همسو هن. یعنی همون کاری که باید انجام بدن رو دارن انجام میدن دیگه. رنج نمیکشن چون کاری که کارشون نیست رو انجام نمیدن. اینو انشالله بعدها توضیح خواهم داد. دو، با خداوند همسو هن. یعنی چی بقیه موجودات با خدا همسو هستن؟
یعنی تمام عالم، همه موجودات عالم تجلی بخش یک صفتی از خداوندن، اومدن یه صفتی از خدا رو متجلی کنن برن و این کار انجام میدن. تجلی صفات خداوند. خورشید تجلی صفت نور، گرما، مهربانی خداونده. طبیعت، گلها، گیاهان تجلی صفت جمال خداوندن. خب دیگه همینجوری برو. باران تجلی صفت رحمت فراگیر خداونده. باران که شدی مپرس این خانه کیست. باران که شدی مپرس این خانه کیست. تجلی صفت رحمت واسعه خداوند باران. وقتی میباره همه جا میباره، به کویرم میباره، به شهرم میباره، به روستا هم میباره، به خونه آدم بدم میباره، خونه آدم خوبم میباره، رو زمین آدم کج و بد هم میباره، رو زمین آدم خوب و سخاوتمند هم میباره. تجلی صفت رحمت بی قید و شرط خداوند باران. و تمام موجودات عالم هر کدومشون دارن صفات خدا رو متجلی میکنن. به این معنا همسو هستند با خداوند. دقت کردید؟ همه عالم همسو با خداونده. دیگه چی؟ همسو با قوانین عالمند. قوانینی که براشون گذاشته شده همسو هستن. هیچ موجودی از قوانینی که تو زندگیش وضع شده تخلف و تخطی نمیکنه. کاملا همسو و هماهنگه. به همین دلیل تمام عالم حالشون خوبه. و دوستان عزیز، اولین شاخصه موفقیت و مهمترین شاخصه موفقیت حال خوب پایداره. نه حال خوب لحظه‌ای ها. نه اینکه تو 1 ساعت میری با دوستات بیرون، میچرخی، میگردی، حرف میزنی، تفریح میکنی، میری استخر، اون 1 ساعت خوشی، یادت رفت که کجایی و چی هستی و چیکار کردی، ولی بعدش که برمیگردی حالت بده. یعنی از 24 ساعت شبانه روز 7-8 ساعت که خوابی، 16 ساعت دیگه که بیدار هستی، حالت چطوره؟ معمولاً تم غالب حال ما بده. مگر اینکه یاد بگیریم موفقیت، همسویی رو. این خیلی مهمه. ولی بقیه عالم اینجوری نیستن ها. شما نگاه کنید ببینید تو موجودات دیگه عالم حال بد میبینید. خورشید یک روز حالش بد شه، به هم بریزه، افسرده بشه، قاطی کنه، دیگه نور نده، حالش خوبه همیشه. ماه حالش همیشه خوبه. گیاهان، گلها حالشون کاملا رو رواله. گنجشکایی که حالشون بده نداریم، همه حالشون خوبه، جیک جیک مستون میکنن همیشه، فکر زمستونشون هم نیست. همه عالم حالشون خوبه. رفقا، موفقیت یعنی حال خوب پیوسته. و ما به اشتباه فکر میکنیم موفقیت یعنی کسب همین دستاوردهای ظاهری. آقا چند تا آدم میخوای بهت معرفی کنم که دکترا دارن حالشون خرابه. البته ما آدم ها خیلی خوب بلدیم رول بازی کنیم، نقش بازی کنیم، خیلی خوب. خود من از این دسته بودم تا 5 سال پیش. یعنی به ظاهر یک انسان موفق، جلوی همه هم خیلی نقاب میزدم، پرستیژ، ولی حالم بد بود. چطور تست بگیرم از خودم ببینم که حالم خوبه یا بده؟ چون ما خیلی بلدیم نقش بازی کنیم، نقاب بزنیم. هر کی میبینه به به چه چه، آقای دکتر، ماشینم داری، خونه هم داری، امکانات، حقوق، پرستیژ، موقعیت اجتماعی، اعتبار، ایول چقدر تو موفقی. ولی من موفق نبودم، من شکست خورده بودم. هر کی میخواد ببینه که موفق هست یا نیست، به دستاورداش نگاه نکنه که چند تا خونه داره، چند تا ماشین داره، چند تا ویلا داره، پرستیژ داره، آقای رئیس بهش میگن، آقای دکتر بهش میگن، هر چی میگن. به اینا نگاه نکن برای اینکه بفهمی موفق هستی یا نیستی. آخر شب
وقتی میخوای چشمات رو ببندی و بخوابی حالت چطوره؟ اینو به من بگو. وقتی که میخوای فقط چند ساعت چشمت رو از این دنیا ببندی، آخرین افکاری که به ذهنت میاد چیه؟ حال خوبه یا بده؟ اگر حالت بده و از خودت راضی نیستی، یک انسان موفق نیستی. مصطفی، اگر آخر شب چشمتو میخوای ببندی، افکار درهمه، از خودت ناراحتی، از اوضاعت رضایت نداری، احساس میکنی اونی که میخوای نیستی، تو یک انسان شکست خورده ای. ولو ادای آدم موفقا رو در بیاری، ولو 10 تا دکترا داشته باشی و استاد دانشگاه باشی، ولو 10 تا ماشین آخرین سیستم داشته باشی و خونه ویلایی و 10 تا ویلا داشته باشی، تو شکست خوردی، چون حالت بده. اصلا فکر میکنید ما همه این موفقیت ها رو کسب میکنیم که چی بشه آخرش؟ آقا ما خونه میخوام برای چی؟ ماشین میخوام برای چی؟ امکانات میخوام برای چی؟ تحصیلات میخوام برای چی؟ میدونید اصلا اینا رو برای چی ما میریم دنبالش؟ چون هدف اصلی ما حال خوبه و فکر میکنیم اینا حالمون رو خوب میکنه. فکر میکنیم اینا حالمون رو خوب میکنه. پس هدف اصلی حال خوبه، حس خوبه. اینا همه قرار بود ابزاری بشن برای حس خوب و حال خوب، ولی نشدن. و اگر نشدن ما یک انسان شکست خورده ایم. خب چی باعث میشه ما حالمون بد بشه؟ خوب گوش کنید این تیکه رو، این بحث رو، این قسمت از صحبت من رو. ناهمسویی با چی؟ با حقیقت درونی خودمون. تنها موجودی که تو این عالم میتونه خودش رو زندگی نکنه انسانه. خوب گوش کنید. تنها موجودی که تو این عالم میتونه خودش رو زندگی نکنه، یعنی اون چیزی رو تجربه کنه که در واقع نیست، انسانه. بقیه موجودات فقط اون چیزی رو میتونن تجربه کنن که هستند و انسان تنها موجودیه که میتونه چیزی رو تجربه کنه که نیست. الان اینو توضیح میدم. و زمانی که ما چیزی رو تجربه میکنیم که نیستیم، به شدت حالمون خراب میشه. یعنی چی این جمله‌ای که گفتی؟ بقیه موجودات اون چیزی رو تجربه میکنن که هستند و چیز دیگه رو نمیتونن و انسان تنها موجودیه که میتونه چیزی رو تجربه کنه که نیست. معناش اینه. انسان چیه؟ و نفخت فیه من روحی. یک نفسی از خداوند. حقیقت وجودی و درونی تو از جنس خداست، ولی تو تنها موجودیه که میتونی نقطه مقابلش رو هم تجربه کنی و زندگی کنی. تو میتونی خدا رو زندگی کنی و تو میتونی شیطان رو زندگی کنی. من اگر انتخاب کنم خدا رو زندگی کنم، خودم رو زندگی کردم، حالم خوبه. ولی من تنها موجودیم که میتونم نقطه 100% مقابلش رو تجربه کنم، یعنی 180 درجه مقابلش رو تجربه کنم. من میتونم شیطان رو زندگی کنم و وقتی شیطان رو زندگی کنم، چون از خودم فاصله گرفتم، حالم بده، احساس از خود بیگانگی میکنم، احساس حال بد میکنم، چون من این چیزی که زندگی میکنم نیستم. چطور باید این تجربه رو تو زندگی داشته باشم؟ از صبح تا شب من باید لحظه به لحظه خودم رو چک کنم، ببینم که آیا تجلی صفات خداوندم یا تجلی صفات شیطان. به میزانی که من در طول روز صفات شیطان رو دارم در خودم متجلی می کنم، من حالم بده، چون ناهمسو هستم با خداوند، با عالم، با قوانین عالم. این ناهماهنگیه، این ساز ناکوک زدن، این ناهمنوایی و بی‌همنوایی منو حالمو خراب میکنه. یادتونه همین چند دقیقه پیش گفتم هر موجودی در حال تجلی بخشی به یکی از صفات خداونده. خورشید و گیاهان و گلها و بارون رو هم مثال زدم. من از صبح تا شب تجلی کدوم صفت خدام؟ فکر کردم به این؟ اصلا میدونید چرا ما حالمون بده؟ چون از همین اصل مهم غافل شدیم.
که آقا ما اومدیم اینجا تجلی بخش صفات خداوند بشیم تو این عالم. مگه نمیگه انی جاعل فی الارض خلیفه؟ آقا تو روی این زمین باید جانشین خدا بشی، صفات خدا رو در خودت متجلی کنی. ولی من انتخاب میکنم صفات شیطان رو. مثل چی؟ مثل ترس. از صبح تا شب مادامی که من ترس رو تجربه کنم حالم خرابه، چون من ناهمسو هستم با همه عالم. مثل اندوه کار شیطونه دیگه، آیاتش هست تو قرآن. انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. نجوایی که میخواد اندوهگینت کنه کار خدا نیست، مال شیطونه. مثل کینه، خدا رحمته، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد من اینجا پر از نفرتم. خب من با خودم زندگی نمی کنم، خودم رو زندگی نمی کنم، نقطه مقابلم رو زندگی می کنم. خود من از جنس خداست، من شیطان رو دارم زندگی می کنم. حسادت، خدا مگه حسادت داره؟ خدا ترس داره، خدا اندوه داره. ببین آقا هر چیزی که داری بهش فکر می کنی، این معیار و تراز رو بذار. خدا اینجوری فکر میکنه؟ خدا اینجوری رفتار میکنه؟ به میزانی که ما از خود حقیقیمون فاصله بگیریم، یعنی خود الهیمون، صفات خدا در درونمون فاصله بگیریم، به همون میزان حالمون خراب میشه رفقا. علت حال بد ما همینه. و به همین دلیل قرآن میگه افلح من زکاها. آقا اهمیت و ضرورت پاکسازی و تزکیه نفس همینه. تا وقتی پاکسازی نکنیم حال ما خوب نخواهد شد. هزار مدرک و تحصیلات و پول و ثروت و پست و مقام به ما بدند، اگر در درون هنوز با خدا هم نوا نیستیم، با شیطان هم نوایی میکنیم، با همین رذایل اخلاقی، بخل و کینه و حسادت و نفرت و خشم و انتقام جویی و ترس و اندوه و اینا، ما هم نوا با شیطانیم، ناهمسو با همه عالمیم. هیچ کدوم از موجودات عالم اینجوری زندگی نمیکنن، همه همسوان، همه تجلی بخش صفات خدا و ما انتخاب کردیم تجلی بخشی به صفات شیطان. حالمون خرابه. مارکس یک نظریه از خود بیگانگی داره. اونایی که علوم سیاسی خوندید، من ارشد روابط بین الملل خوندم، علوم سیاسی خوندم، فوق لیسانسم. مارکس یک نظریه داره به نام از خود بیگانگی. حالا اون میبره تو حوزه اقتصاد و کار و نمیدونم اینها. من از خود بیگانگی رو چیز دیگه ای تعریف میکنم رفقا. خود حقیقی ما از جنس خداست. هر چیزی که با صفات خدا ناهماهنگ باشه و ما در درون راهش بدیم و باش زندگی بکنیم، ما رو دچار از خود بیگانگی میکنه. و این از خود بیگانگی به ما حس غربت، وحشت، تنهایی، اضطراب، ترس، عدم رضایت، روزمرگی، بی‌هدفی، پوچی میده. همه تلاشمون رو اگر میخواد حالمون خوب بشه، قبل از این که همش دنبال این باشیم که با این امور بیرونی حالمون رو خوب کنیم، نمیشه آقا. تجربه کردید نمیشه. منم تجربه کردم نشد. 20 سال تجربه کردم نشد. فکر نکن میشه. روال زندگی و چرخ زندگی و قوانین زندگی همین یک تا الان اومدی. چند سالته؟ 30 سال؟ 40 سال؟ خب برگرد به 20 سال گذشته، ببین همون چیزی که الان داری مگه آرزوت نبود؟ مگه فکر نمی‌کردی اینا رو به دست بیاری یک آدم موفق و حال خوب میشی؟ شدی؟ اگر شدی، حالا هدفهای بعدیت هم انجام بدی، خواهد شد. اگر نشدی یعنی مسیر غلطه. درونت رو باید تمیز بکنی. همسو با خداوند بشی، همسو با جهان هستی بشی. تمام لایو این جلسه هدفش این بود، ما رو یادآوری کنه به پاکسازی درون. هرچی همسو با خداوند بشیم از درون، افکارمون رو تمیز کنیم، احساساتمون رو تمیز کنیم. شاخصش هم خیلی ساده است ها. خیلی ساده، سخت نیست. اصلا سخت نیست. قرآن میفرماید که بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. میگه انسان از درون خودش خیلی خوب آگاهه، قشنگ میفهمه که چیزی در درونش داره میگذره از جنس خدا هست یا نیست. ولو القا معاذیره، اگر 1000 عذر و بهانه نیاره،
خودش میفهمه که داره دروغ میگه به خودش، میفهمه در درونش که این فکر از جنس خدا هست یا نیست. اینو به ذاتش، به درونش میفهمه. و اگر درونمون رو از اون چیزهایی، افکاری که از جنس خدا نیست پاکسازی نکنیم، حالمون بد خواهد بود، حالمون خراب خواهد شد. یک نکته خیلی مهم، بعضی ها میگن خب من که مقصر نبودم. آقا شما میگید ترس، من توی خانواده بودم منو ترسو بار آوردن. میگید کینه، من خانواده بودم پدر مادرم کینه‌ای بودن منو کینه‌ای بار آوردن. میگید حسادت، آقا اینقدر حسادت ورزیدن من یاد گرفتم، اینا رو به من آموزش دادن، من مقصر نبودم. اوکی اصلا فرض رو بر این میذاریم که تو 20 سالته و تو خانواده بزرگ شدی که همه اینها رو محیط و جامعه و پیرامون و آدم‌ها و همه به تو یاد دادن. باشه، قبول، تا اینجاش قبول. از الان مسئول پاکسازی درونت فقط و فقط خودتی. تمام. به جای پیدا کردن مقصر و دنبال مقصر گشتن، لطفاً بیایم مسئولیت پاکسازی رو خودمون بپذیریم و هیچ کس دیگه کمکمون نخواهد کرد. نمیتونه کمکمون کنه اگر خودمون اراده نکنیم. نمیتونه. کی میتونه بیاد بره درون منو پاکسازی کنه؟ اصلا کی میدونه در درون من چی میگذره؟ کی میدونه که در درون من چی میگذره که بخواد کاری بر من انجام بده؟ هیچ کس نمیتونه به دادمون برسه. رفقا بیدار شیم و فقط خودمونیم که میتونیم حال خودمون رو خوب کنیم. شاخصش هم بهت گفتم، هر فکر و احساسی که از صبح سراغت میاد با همین شاخصه بسنجش. این تجلی کدومی که از صفات خداست؟ رحمت، عشق، مهربانی، سخاوت، کمک، قیاف المستغیثین مگه نیست؟ آقا من وقتی حس درونیم اینه که همش سنگ اندازی کنم، کار مردم رو خراب کنم، من به شدت از خدا دورم، حالمو خراب میکنه. افکار درونی من همش کینه و نفرت و حسادت و خشم و اینا مگه از جنس خداست؟ خب معلومه که حالم خراب میشه. بعد وایستم بالا سر فکرم، ذهنم، احساسم، رفتارم، سخنم، همه رو، فکرت، احساست، سخنت، رفتارت از صبح تا شب باید تجلی خدا باشه. این حالتو خوب میکنه، این تو رو همسو میکنه با جهان هستی. این تمام نعمتها و شادیها و فرصتهای عالم رو به سمت تو میکشونه. انگار عالم هوشمنده مثل آهنربا و جذب میکنه، میاره سمت تو. باید بیاره. وقتی تو همسو بشی جهان راهی جز این که برای تو مسیر باز کنه نداره. یک جمله میگم، جمله پایانی من. خانواده عزیزم، بیایید فکرمون رو اینقدر تمیز کنیم، اینقدر تمیز و پاکیزه فکر کنیم که اگر یک بلنگو وصل کنن به ذهن ما و صدای فکرمون رو برای همه دنیا پخش کنن، سینمون رو سپر کنیم، بگیم آره این منم. چند تامون اینجوری زندگی کردیم؟ خدا وکیلی چند تا؟ اگر اینجوری زندگی کردیم مطمئن باش خوشحالیم، خوشبختیم، موفقیم، همه چیز به سمت ما میاد، همه عالم برای ما مسیر باز میکنه، چون ما تجلی خداوند رحمانیم. اینقدر افکارمون درونمون تمیزه که حاضریم همه درونمون رو ببینن. افکار افکار افکار. رفقا از صبح تا شب افکارمون رو رصد کنیم با همین شاخصه‌ای که الان گفتم. هممون باید اینجوری باشیم. اگر فکری میاد که اگر دیگران بفهمن شرمنده میشی، بریزش دور، ازش فاصله بگیر، تمرین کن این فکر رو دیلیتش کنی، حذفش کنی، کمش کنی، یواش یواش از بین ببریش، درگیرش نشی، ادامش ندی، رهاش کنی. فقط همین. بیاید آخرین جمله من و لایو تموم. حال خوب میخوای؟ موفقیت در همه ابعادش میخوای؟ حالا لایو بعدی، جمعه بعد انشاءالله یک عنصر دیگه موفقیت رو باز میکنم که رفرنسش همینیه که دارم بهت میگم. حال خوب میخوای از همه جهتش، از آرامش، سلامتی، روابط خوب، موفقیت، ثروت، همه چیز میخوای؟
افکارت رو جوری تمیز کن که اگر بلندگو وصل کنند به ذهنت و این افکار رو برای دنیا پخش کنند، شرمنده نشی، سینت رو سپر کنی، بگی آره این منم. این آخرین جمله من که خیلی مرد میدون میخواد. حتما این لایو رو چند بار گوش کنید، حتما چند بار گوش کنید. این محتوای عجیبیه، باید چند بار گوشش کنید تا در ناخودآگاهتون قرار بگیره. سپاسگزارم از همراهیتون، خیلی دوستتون دارم. موفق و شاد و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.